یه شب به مولانا میگه من شراب میخوام. مولانا باورش نمیشه، چطور ممکنه؟ شمس مگه شراب میخوره؟ میگه نه من شراب میخوام، برای من تهیه کن. مولانا میگه من از کجا برم؟ من اصلا اهل این چیزا نیستم. بعد این وقت شب من از کجا شراب تهیه کنم؟ میگه خب محله‌ای که شراب میشه تهیه کرد که میدونی، برو برای من بیار. مولانا چگونه باید این کسی که معلم بزرگ کلی خودش مرید داره، آبرویی در شهر داره، را بیفته بره شبانه به محله بدنامی که مست‌ها رفت آمد میکنن شراب بگیره. مولانا رو میبینن مردم که شراب میگیره، ظرف بزرگ شراب رو بر سر میگذاره، در آغوش میگیره و به سمت خانش میاد. تکفیرش میکنن، سنگ پرت میکنن، ناسزا میگن که تو تا امروز ما رو فریب دادی، خوب مچتو گرفتیم، پس تو شرابخواری. شمس میگه که نه این شراب نیست، من امشب حالم به گونه‌ای بود که سرکه لازم داشتم و این مرد رو مجبور کردم برای من سرکه تهیه کنه. مردم میگن نه این از محله شرابخواران شرابه، میان نزدیک میشن، بو میکنن، میبینن سرکه. شمس میدونه که مولانا باید خراب بشه تا درست بشه. مولانا غرور شیخیش باید از بین بره.